ما دو نوع مردم داریم. یکی افرادی که وقتی پیش یک آدم مهم میره کوشش میکنه چاپلوسی کنه. جز چاپلوسی چیز برای فروش نداره. مثلا پیش یک رئیس میره، این چاپلوس است، سواد نداره، این چاپلوس است، ماهر نیست، این چاپلوس است، خلاق نیست. این جز چاپلوسی چیز دیگه کرده نمیتونه، ولی دی چاپلوسی خود مهارت خاص داره. حال او رئیس ایرا با خود نگاه میکنه به خاطر از اینکه دپرس نشه، به خاطر از اینکه تشویش نداشته باشه. یک کس باشه که برای رئیس توصیف کنه، یک کس باشه که شیطانی کنه برای رئیس و ایرا نگاه میکنه. و معمولا هر رئیس به یک شیطان و چاپلوس ضرورت داره در شرایط فعلی. ولی بعد از چی میشه؟ یک رئیس نمیتونه در یک دفتر 8 چاپلوس داشته باشه. شما ببینید 12 کارمند است، در بین 12 کارمند شاید رئیس فقط انتخاب کنه که یک چاپلوس و یک شیطان داشته باشه. خب 10 نفر دیگه چی؟ اینا 10 نفر دیگر را به اساس مهارت و علمیتش میگیره. بنان یک کس برای من هیچ وقت نگویه که والا کل رئیسا چاپلوسا را میگیره. نه، او تو نیست. اگر رئیس کل افراد چاپلوس بگیره، خی دفتر کی پیش میبره. دیگه هیچ شک نیست که یک چاپلوس ضرورت داره، یک شیطان. خب یعنی دو بسته یک مدیریت پر است. فرض کو دست راستش یک چاپلوس است، دست چپش یک شیطان. حال نفر سوم تو باش.